به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به بینندگان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند باشین. در این ویدیو یک تعامل جالب دیگر را اجرا می کنم. تعامل فلز مگنیزیم با اکسیژن هوا. در این تجربه خواهید دید که فلز مگنیزیم در موجودیت اکسیژن هوا چگونه می سوزد و چی محصول تولید میشه. مواد و وسایل مورد نیاز این فعالیت: نوار یا فته فلز مگنیزیم، گیرا، گوگرد یا فندک، دستکش و عینک. روش کار چگونه هست؟ در ابتدا برای محافظت خودمان عینک و دستکش می پوشیم و یک قطعه از فلز مگنیزیم را توسط گیرا با یک فاصله دورتر از خود می گیریم و فندک روشن میکنیم و فلز مگنیزیم نزدیک میکنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. میبینیم که فلز مگنیزیم با نور سفید درخشنده و خیلی شدید میسوزه که نشان دهنده تعامل کیمیایی بین فلز مگنیزیم و اکسیژن هوا می باشه که معادله آن قرار ذیل است. فلز مگنیزیم با اکسیژن تعامل کرده مگنیزیم اکساید ساخته و یک مقدار از انرژی آزاد شده. این نوع تعامل نوعی از تعامل اگزوترمیک ریدوکس هست، یعنی که فلز مگنیزیم الکترون خود از دست داده با آیون مثبت 2 تبدیل شده و اکسیدیشن میشه و اما اکسیژن الکترون میگیره با آیون منفی 2 تبدیل شده و ریدکشن میشه. در نتیجه این تعامل مرکب مگنیزیم اکساید به شکل پودر سفید باقی میمانه و یک مقدار انرژی به شکل نور سفید و درخشنده به محیط آزاد میشه که نشان دهنده اگزوترمیک بودن تعامل هست. تعامل اگزوترمیک تعاملی هست که در اثر آن مقدار انرژی به شکل حرارت و یا نور به محیط آزاد شود. یکی از موارد استفاده ای تعامل در آتشبازی ها می باشه. امیدوارم که فعالیت برایتان مفید واقع شود. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشید. تا اجرای فعالیت بعدی خداوند یار و نگهدارتان.